استاد جان همین مالی که میگه اینا مقصد یک جایش عیب داشته باشه اینا گوشش پایت باشه بریدگی باشه همین فهمیدم که درست نیست قربانی کردن لیکن همین تاجیکستان مالا را کل روان میکنه و روان میکنه مقصد گوشه هوایی را این کدگی نه این داخل نمی شود مونیسه، این نوع نشانه داخل نمی شود وای کمبودی نیست چون که در مال وای نرخ مال رو پس نمی کند. تماما مال هایی که عموما بگوش هستند که کسی دید پولش ارزان است به ارزان می خرد که این عیب دارد انا اون ممکن است وای این کردن عیبی حیوان حساب نمی شود وای برای گم نشدنش وای بوکه ندارد. شناخته شدن بوکه ندارد. صبریه کسانی که استاد جان کسایی که در همین دهه ذوالحجه روزای ذوالحجه گفته گرفتگیان برای ثواب ذوالحجه روز عرفه را چه خیلی وای میکنن به روزش نیت چه مقصد نیت همون روز عرفه است ذوالحجه است عرفه از ذوالحجه بیرون نیست. من خواهرم این نیت های روزه و نماز که نمیدونم سرم سفید شد مردم از نیت پرسیدنتون سرم سفید شد. الحمدلله رب العالمین الله شتان کند. خواهرم نیسه روز عرفه نویم روز ذوالحجه است شما نیتی روزه ذوالحجه کرده یا عرفه کرده تمام یک است. رفتم سلامت باشید. ام صبریه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. استاد جان همین مردایی هستن که در روسیه هستن زمانشون در تاجیکستان برای که این سال در تاجیکستان ما قیمت های میگه قیمت های هم مردکمون نیست و یا میتونن که مرداشون در روسیه قربانی کنن این یک نیرنگ نمیشه مخصوص به خاطر قیمت بودن در تاجیکستان در روسیه کردن البته نیرنگ است. البته نیرنگ است. شرایط داری تو شرایط داری در تاجیکستان کنی اما نه من کمی باشد هم فایده کنم کمی باشد هم من از پول قربانی هم و کیسم ذخیره کنم میگویی و در روسیه میکنی نیرنگ است. درست نیست. درست نیست. جان پدر و مادری که زنده میتونی که در زنده بودگیارم اینامشون قربانی کنی. خواهرم پدر و مادر هر کس از قربانی رو از نام آدمی زنده فقط سردار خانه میکنه. سرداری خانه فقط میکنه. شما مثلا در خانه هستید میگید این از نام اهل بیت من است میکنید اگه بوکه ندارد اما گفتید پدر و مادر علاج قربانی کردن ندارن من میگم خداوند است به ثوابش شریک کن ان شاء الله بوکه نیست به ثوابش یعنی شما میکنید و میگید خدای پدر و مادرم به ثوابش شریک شود تمام اهل بیت بوکه نیست چون که پیامبر صلی الله علیه و آله از تمام امت هم گفتگی هستند. جزاک الله خیرا.